أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وحافظ سره ومبلغ الرسالات سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة دائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. فبعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألست بربكم قالوا بلى. صدق الله العلی العظیم. همانطوری که مستحضر هستین، موضوع بحثم در رابطه عالم الست بود و امروز هم میخواهم ادامه آن را خدمت شما به عرض برسانم. به برکت صلوات عنایت بفرمایید. در مسئله عالم زر و یا عالم الست علما اختلاف دارند و گرچند نفس عالم زر را همه قبول دارند، اما از کم و کیف آن اختلاف کرده است. اما برای اثبات عالم زر ادله را ذکر کرده است که عمده آنها آیات قرآن و احادیث و حکم عقل هست. اولین استدلالی که کرده است مطابق آیه قرآن سوره اعراف آیه 172 هست که خداوند در آنجا می‌فرماید: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین. از اینجا ظرف است و عاملش اذکر است که مقدر هست. خداوند به پیامبرش خطاب می کند: ای پیامبرم، آن روزی را به یاد بیاور که من از بنی آدم از پشتشان و از صلبشان ذریه اش را خارج کردم و از آنها تعهد گرفتم و آنها را بر علیه خودشان شاهد گرفتم و آنها هم اقرار کردند به وحدانیت من ایمان آوردند و فرشتگان هم علیه بنی آدم گواه شدند که مبادا در روز قیامت بگوید ما از این مسئله غافل بودیم. این آیه قرآن صریح دلالتش صریح بر وجود عالم زر هست و همچنین روایات متعدد ذکر شده است. یکی از اون روایتی است که اسبغ بن نبات نقل می کند: روز ابن کوا به خدمت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد، عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، آیا کسی قبل از حضرت موسی با خداوند تکلم کرده است و با خداوند هم صحبت شده است؟ حضرت می‌فرماید بله.
حضرت می‌فرماید همه مخلوقات با خداوند صحبت کرده است. این مسئله برای ابن کوا گران آمد، نفهمید. دوباره سوال کرد یا امیرالمؤمنین چگونه همه مخلوقات با خداوند صحبت کرده است؟ حضرت می‌فرماید مگر آیه قرآن را نخوانده ای که در آیه 172 چنین می‌فرماید که خدمت شما عرض شد و نیازی به تکرار نیست. حضرت می‌فرماید الستو بربکم، این خداوند هست که با بنی آدم حرف زده است و جمله قال و بلا این انسان هاست که با خداوند حرف زده است. این یکی از اون روایات است که دلالت بر اثبات عالم زر می کند. و روایت دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که کسی از حضرت سوال کردند چگونه انسان با خداوند در عالم زر صحبت کردند در حالی که در آنجا ذراتی بیش نبودند و بدنهای کوچکی که با چشم دیده نمیشد چگونه با خداوند صحبت کردند؟ حضرت می‌فرماید خداوند به اون ذرات رزق عقل دادند، به اون مقدار عقل دادند که از آنها سؤال شود و آنها هم پاسخ بگوید. و روایت دیگر از امام باقر علیه السلام نقل شده است که حضرت می‌فرماید وقت خداوند ذرات بنی آدم را از صلبش خارج کردن، برای وحدانیت خود عهد گرفتن، علاوه بر آن برای نبوت انبیا و ولایت و امامت اوصیا هم اقرار گرفتند. نخستین کسی که برای نبوتش اقرار گرفته شد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. بعد از آن خداوند به حضرت آدم خطاب می کند ای حضرت آدم ببین چی می بینی؟ حضرت آدم در عالم ملکوت نگاه کرد، نسل خود را در آسمان ها در عالم ملکوت ذرات دید که آسمان را پر کرده است. به خداوند فرمود پروردگارا چقدر نسل من را زیاد خلق کرده ای؟ هدف از این عهد و پیمان و هدف از این خلقت چیست؟ خداوند می‌فرماید من این همه مخلوقات را خلق کردم تا برای من عبادت کند و به نبوت انبیا و ولایت و امامت اوصیای آنها ایمان بیاورد. بعد حضرت آدم می‌فرماید پروردگارا من آنها را به اشکال مختلف می‌بینم و بعضها را بزرگتر و بعضها را کوچکتر و بعض از آنها را پرنورتر و بعض آنها را کم نورتر و حتی بعضی از آنها را بدون نور می‌بینم. علتش چیست؟ خداوند می‌فرماید من آنها را مطابق استعدادهای آنها و لیاقت آنها خلق کرده ام، مطابق آن استعدادهایش از آنها امتحان میگیرم و آنها را محل آزمون قرار میدهم. بعد حضرت آدم میفرماید پروردگارا اگر آنها را به طور مساوی خلق میکرده بهتر نبود تا آن ظالمان علیه ضعیفان تعدی نکنند، علیه آنها ظلم نکنند و بین آنها حسودی و کینه نباشند و بین آنها بغض و کینه نباشند، به هر حال هیچ اختلاف بین آنها نباشد. خداوند می‌فرماید ای آدم اون روحی که از من داری با من سخن میگویی و یا لازمه روحت نطق و بیان هست، لکن اون جسم ناقصی که داری عالم به حکمت من نیستی و حکمت من را درک نمیتوانی.
من این انسانها را به اشکال مختلف خلق کردم، مطابق حکمتم خلق کردم و من عالم هستم که چرا اینها را این گونه خلق کردم. و روایت دیگر هم نقل شده است که خداوند در عالم زر وقت از بندگانش تعهد گرفتن، بعد از آن عملا هم سر آنها عملی کردند. اصحاب یمین را به دست راست و اصحاب شمال را به دست چپ گرفتند. آن وقت به آتش امر کردند که روشن شوند و آتش افروخته شد. بعد به اصحاب شمال دستور دادند وارد آتش شوند. آنها ترسیدند و امتناع کردند و وارد آتش نشدند. از امر خداوند سرپیچی کردند و بعد به اصحاب یمین دستور داد وارد آتش شوند. آنها بدون فاصله و بدون تأخر و تأمل و نظر وارد آتش شدند. آن وقت اصحاب شمال پشیمان شدند و تمنی کردند از خداوند که پروردگارا به ما دوباره مهلت بده، ما دوباره به ما مهلت بده تا ما وارد آتش شویم. خداوند دوباره به آتش امر کردند، آتش روشن شدند و آنها را امر کردند وارد شوند. آنها دوباره امتناع کردند. ببینید در عالم زر همه چی مسلمان بودند و چی کافر بودند، همه به وحدانیت خداوند اقرار کردند، اما از حیث عمل بعضیها تخطی کردند، واقعا ایمان نیاورده بودند. این روایات است که دلالت بر ثبوت عالم زر می کند. روایات متعددی هست که به عنوان مثال و شاهد همین مقدار بس هست. شیخ الرعاملی می گوید روایات در مورد عالم زر فراتر از حد تواتر هست و برخی از متکلمین در این روایات اشکالات وارد کرده است و این روایات را ضعیف دانستند. ادله آنها به حد ضعیف هست که حتی کودکان هم میتواند از آنها جواب دهد. سید نعمت الله جزائری میگوید بیش از 500 حدیث در این مورد آمده است که بعض علما اون روایات را بررسی کردند. بعض از اون روایات صحیح السند و حسن و ثقه هستند. و بعد می‌فرماید کسان امثال شیخ مفید و سید مرتضی و امین الاسلام تبرسی مایه تعجب است که اون علمای بزرگ این همه روایات که در این مورد آمده است و آنها را ضعیف دانستند. به هر حال این کسانی که این روایات را ضعیف دانستند، نه اینکه عالم زر را انکار کند، بلکه مبانی آنها مختلف هست و چگونگی عالم زر را اختلاف دارند، در چگونگی عالم زر اختلاف دارند و زمان عالم زر اختلاف دارند که در این مسئله نظرات متعددی است. تقریبا 5 نظر هست که در این جلسه وقت اجازه نمیدهد. انشاءالله اگر توفیق بود در جلسات آینده انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. خلاصه مطلب این شد که برای اثبات عالم زر ادله را علما ذکر کردند. یکی آیات قرآن و دوم احادیث و سوم هم حکم عقل بود که ذکر نشد و خلاصه وقت تمام است. اگر شد انشاءالله در آینده. السلام علیکم و رحمت الله.